ضربه مهلکی که ارجان به برادرش özcan دنیز زد به فکر هیچ کس نمیرسید. آپدیت ماجرای کامل و بدون سانسور جنگ بین برادران دنیز رو از سلبریت سودا بشنوید. خیلی از شما دوستان تا اینجای ماجرای دعوای شدید خانوادگی özcan دنیز رو با ما بودین که گفتیم ارجان برادر بزرگ özcan پا رو فراتر گذاشت و علاوه بر این که özcan رو محکوم به فرار مالیاتی و حقوق بازی کرد، اونو تهدید به مرگ هم کرد و این باعث شد özcan از دادگاه حکم دور کردن برادرش رو دریافت کنه برای محافظت از خودش، همسر و بچهش. از طرفی یکی از خواهرهای اونا یعنی سیبل با تماس‌های تلفنی که تو برنامه‌های زنده ترکیه باهاش برقرار کردن با افشاگری‌های سنگین حرف‌ها و شخصیت متناقض ارجان رو مشخص کرد و از özcan هم دفاع جانانه کرد. پس انتهای ویدیو همراه باشین که ماجرای جنجالی جدیدی که بین برادران دنیز رخ داده رو با هم دیگه بشنویم. یه مدت اوضاع ساکن بود و همه تصور کردن شاید تونستن مسائل رو بین خودشون حل و فصل بکنن، ولی زهی خیال باطل، چون متاسفانه özcan دنیز کینه خیلی بدی از برادرش به دل گرفته و شروع کرده به زدن اتهامات بیشتری به özcan. مثلا همین چند روز پیش گفته که özcan تمام حق و حقوق من رو خورده و تو تمام سالهایی که تو شرکت کار میکردم قرونی دریافت نکردم. ولی ادعای جنجالی تر ارجان در مورد سمر دادگر یعنی همسر ایرانی özcan هست. ادعای ارجان واقعا سنگینه و خب باعث شده خیلی ها نگاه تردیدآمیزی به ازدواج özcan و سمر داشته باشن. به گفته ارجان اصلا بحث عشق و عاشقی در میان نبوده، بلکه özcan صرفاً به این خاطر با سمر ازدواج کرده که بهش کمک کنه شهروندی ترکیه رو بگیره، چون سمر از اولش هم دنبال مشروع شدن و شهروند قانونی شدن تو ترکیه بوده و از برادر من استفاده کرد. ارجان همچنین گفت تو وهله اول özcan میخواست با زدن یکی از ملکاش به نام سمر و خواهر اون شهروندی ترکیه رو واسهشون بگیره، ولی وقتی من راضی نشدم با اموالمون چنین کاری بکنه مجبور شد با سمر ازدواج بکنه. اظهارات عجیبی بود نه؟ حالا اینکه گفته های ارجان چقدر صحت داره نمیدونیم، ولی در کل چیزی که از نوع رابطه سمر و özcan دنیز دیده میشه همدیگر رو کاملا دوست دارن. بگذاریم. خلاصه بعد از پرده‌دری های ارجان، özcan دنیز که تا به اینجای کار به غیر از اقدامات و واکنش های در چارچوب قانون حرف دیگه ای نزده و یا حتی مثل برادرش مباحث شخصی در مورد اون رو افشا نکرده بود و اصطلاحاً تو این دعوا طرف محترم داستان بود، صبرش لبریز شد و همین 2-3 روز پیش یه استوری بسیار جنجالی و افشاگرانه خطاب به برادرش منتشر کرد. به قول رسانه‌های ترکیه مشخصه که özcan از گستاخی‌های برادرش حسابی به تنگ اومده و با ادبیات خودش بهش پاسخ داده. متن کامل استوری özcan رو الان براتون ترجمه میکنم. خدا رو شکر که من ریگی به کفشم نیست و پاکم. من و خواهر کوچیکمون ملک که هیچ اطلاعی از کارهای کثیف تو نداره و تو سعی کردی اون رو هم تو بازی‌های ناپاکت درگیر کنی کاملا پاکه. اون یکی خواهرمون سیبل که به خاطر حمایت از من بهش کینه ورزیدی و هر روز پیام‌های شرم‌آور و فحشای رکیک و زشت براش میفرستی، اون هم پاکه و ریگی به کفشش نیست. تو میخوای با تهدید و ترس، با فشار و زور همه تقصیرها رو گردن ما بیاندازی، در حالی که این تو هستی که زندگی تمام خانواده رو نابود کردی. این همه حرص و نفرت برای چیه؟ تو درگیر مواد شدی، الکلی شدی، ذهنت از کار افتاده، تو پول پرستی غرق شدی و دچار گمراهی و جنون شدی. تمام جرم‌هایی که به دیگران نسبت میدی در واقع متعلق به خودته، اما انگار بستی که زندگی همه رو نابود بکنی. تو دست از خرابکاری بر نداشتی و بر نخواهی داشت. 30 ساله که همه منو در مورد تو هشدار دادن، اما چون تنها برادر من بودی رهات نکردم و همیشه هوات رو داشتم. اما حالا نشون دادی که همه حق داشتن. هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که تا این حد میتونی بی وجدان باشی. با اینکه در این مدت بارها به من خیانت کردی و بدی رسوندی، باز هم سعی کردم که به تو آسیبی نرسه. هر چیزی که لیاقتش رو نداشتی به تو دادم، اما تو همیشه بیشتر خواستی.
در نهایت همراه با کسانی که واقعا تو رو نابود کردن بهشون تکیه کردی و به من خیانت کردی. تو من رو فروختی. و خب بعد از منتشر شدن این استوری از طرف عزجان، مردم رسانه ها شوکه شدن و این مسئله ثابت کرد که برای این دوتا برادر دیگه راه بازگشتی وجود نداره. از طرفی اغلب رسانه ها از مادر این خانواده تعجب میکنن که چرا حق مادری برگردن بچه هاش نذاشت و با بزرگی سعی نکرد جلوی این آبروریزی ها و دشمنی ها گرفته بشه و آبروی خانواده اینجوری برباد نره. در عوض کادری دنیز یعنی مادرشون صرفاً به خاطر عدم علاقش به ثمردادگر تصمیم گرفته بیشتر سمت ارجان باشه تا عزجان دنیز. و جالبه که از نگاه تیزبین رسانه ها این مسئله دور نمونده که با وجود اینکه عزجان دنیز تو استوریش اتهام معتاد و الکلی بودن به برادرش زده، چرا ارجان تا به الان با انجام آزمایش خون سعی نکرده کذب بودن ادعای برادرش رو ثابت بکنه؟ و همین قضیه و عدم واکنش ارجان باعث شد همه تقریبا مطمئن بشن که حق با عزجان دنیزه و ارجان به سبب مصرف مواد و الکلی بودن شخصیت متزلزل و غیر قابل اعتمادی داره. حالا بریم سراغ ضربه مهلکی که گفتم ارجان به عزجان دنیز زده. یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی گفته بودیم ارجان هر بار تو مصاحبه‌اش تاکید میکرد که بالاخره زهرش رو به عزجان میریزه و حتی کاری میکنه که از نون خوردن بیفته و گویا حتی به صورت غیر مستقیم به خواسته خودش رسیده. داستان اینه که سریال مشهور غنچه‌های سرخ با نقش‌آفرینی عزجان دنیز در نقش اصلی در کمال تعجب 21 آوریل با پخش 2 فصل به پایان میرسه، در حالی که قرار بر ساخت فصل 3 این سریال هم بوده. طی اتفاقاتی که اخیراً برای عزجان افتاده، طبیعی هست که توانایی تمرکز برای انجام نقشش رو از دست بده. مسئله عجیب و ناراحت کننده این که گفتگویی از عزجان با کارگردان سریال غنچه‌های سرخ درس پیدا کرده که توی این مکالمه عزجان از کارگردان خواهش میکنه من رو بکشید. نگران نباشید، منظور عزجان اینه که کاراکتر من رو تو سریال بکشید تا بتونم از سریال بیام بیرون، چون توانایی ادامه بازی کردن رو در حال حاضر ندارم. و خب در ادامه این اتفاق هم افتاده گویا و حتی به صورت رسمی اعلام شده که این سریال فینال خواهد شد. و خب تقریبا مشخصه که ارجان با ادامه دادن این جنگ و آشفته کردن زندگی و احوالات عزجان دنیز یه جورایی داره به وعده‌هاش جهت آسیب زدن به روند زندگی برادرش عمل میکنه. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. حتما نظراتتون رو واسمون بنویسید. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. سابسکرایب و لایک کردن ویدیوها رو فراموش نکنید. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Ercan Deniz'le Özcan Deniz arasındaki bitmeyen kavga karşılıklı açıklamalarla yeniden alevlendi. Deniz ailesindeki kirli çamaşırlar nasıl ortaya döküldü?